السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه نستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أمر بإفشاء السلام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسلیما كثيرا. اما بعد، میخواهیم برادران و خواهران گرامی و شنوندگان عزیز و محترم کمتر درباره سلام دادن از خداوند بترسید و با آداب اسلام تأدب کنید. با اخلاق اسلامی انسان باید اخلاق بگیرد و بداند که همه نیکی ها و زیبایی ها این در بین ما از چیست؟ از پهن کردن، افشا کردن سلام بین مسلمانان و چه قدری که فایده های دارد. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم درباره این ما را آموزانده است و گفته است که هر کسی که مسلمان و برادر مسلمان، خواهر مسلمان و خواهر مسلمان باید سلام دهد و فایده های او را برای ما بیان کرده است. و در حدیث خود می فرماید، در حدیث خود پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم می فرماید بهشت نمی دراید تا آنی که ایمان نبیارید. کافر بهشت نمی دراید و ایمان نمی بیارید، یعنی ایمان شما پر و کامل نمی شود تا یک دیگر را دوست ندارید در راه خداوند. اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم. آیا شما می‌خواهید که من شما را به یک چیز دلالت کنم، به یک نیکی و خوبی دلالت کنم؟ اگر همون کار را شما انجام دادید، یعنی بین شما محبت و دوستداری پیدا می شود. میگوید افشوا السلام بینکم، سلام را افشا کنید. افشا کردن سلام ای سلام بدهید به یکدیگر. سلام دادن به یکدیگر این یکی از سبب‌های این دوستداری است. انسان وقتی که برادر خود سلام داد، این علامت دوستداری، نشانه دوستداری است. پس از نشانه دوستداری این چی است؟ این از ایمان است. و این سببی چی می شود؟ سببی در آمدن بهشت. و مرد و سأل رجل النبی صلی الله علیه و سلم ای الاسلام خیر. مردی پیش پیغمبر خدا آمد صلی الله علیه و سلم و فرمود که پیغمبر را پرسید که کدام اسلام خیر است؟ گفت پیغمبر خدا در جواب صلی الله علیه و سلم فرمودند که تطعم الطعام، خوراک دادنی کسی یا که طعام دادنی کسی و سلام دادن به اون کسی که تو او را میشناسی و کسی که او را نمیشناسی از مسلمانان. متفق علیه، حدیث امام بخاری مسلم. یعنی طعام دادن بین این برابر میکند، میگه که طعام دادن مثل سلام دادن است، یعنی برابر میکند خوراک دادن و صدقه دادن یک انسان دیگر را. باز انسان باید بشتابد به سلام دادن و اون نفری که کسی که سلام را میدهد او اجر بزرگی میگیرد. سلام دادن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام دادن به همین طور میشود السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پس سلام را به شکل جمع دادن، یعنی که سلام علیکم سلام بر شما. پس در عمران بن حسین وصف داده است رضی الله عنه، مردی سلام را وصف داده است چطور پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم سلام را پاسخ داده است. میگه عمران بن حسین مردی پیش پیغمبر خدا آمد و صلی الله علیه و سلم گفت السلام علیکم. پس پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به او پاسخ داد، یعنی که وقتی که پاسخ داد سلام علیکم گفت که 10 اجر، که 10 حسنه گرفت. پس مرد دیگر آمد گفت که السلام علیکم و رحمت الله. گفت که سلام علیکم و رحمت الله را یعنی که اضافه کرد. پیغمبر خدا صلی الله علیه و در پاسخ سلام او را پاسخ داد و گفت ای 20 ثواب حسنه گرفت. پس باز مرد دیگر آمد به پیغمبر گفت که سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پیغمبر سلام او را پاسخ داد و گفت 30 ای 30 اجر گرفت، یعنی که حتی سلام دادن اجر دارد. در یک سلام دادن انسان 30 اجر را میگیرد. امام ابو داود روایت کرده است و حدیثی درست است، حسن است. برای همین ما باید بینید، میگه برای این ای بندگان خداوند که این فضل بزرگی دارد و کسی برای یک سلام دادن چطور انسان حسنات زیاد به دست میارد. برای همین ما را چی میکند؟ یعنی به سبب همین سلام دادن از غفلت و از یعنی فراموش کنی چقدر دینی ما زیباست که انسان وقتی که سلام داد، یک کس به تو که سلام داد، انسان چیز میکند؟ انسان اسم میکند که یگان از اون مردی که به او سلام داد امن و امانات را احساس میکند. و سلام دادن یعنی که به دوستی و به محبت چی میکند؟ دعوت میکند. چطوری که الله عز و جل برای سلام دادن وقتی که انسان به خانه که میدارد سلام دادن را برای ما خداوند عز و جل در سوره نور 61 آیه میفرماید فاذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم تحیه من عند الله مبارکه طیبه. الله میفرماید و هنگامی که واردی
خانه شدید، پس بر یکدیگر سلام دهید. سلام و درود از سوی الله، سلام و درود خوجسته و پاکیزه. خداوند آیات را این چنین برای شما بیان میکند که باشد که بیاندیشید. در همین آیت الله میگوید که سلام بدهید. علما اختلاف کردند سلام بدهید وقتی که خانه خود در آمدید به اهل خود. بعض اهل علم میگوید، بعض اهل علم دیگر میگوید که به خانه کسی که در آمدید به همون اهل خانواده سلام بدهید. باید به خانه که در آمدیم، در حالتی در آمدن خانه باید که آن کسانی در خانه هستند اگر کسانی کم نباشند سلام دادن رواست. هم میگد علی انفسکم، برای نفسهای خود. نفسهای خود چیست؟ هست کسی که از در خانه، یا که نفس خود انسان برای نفس خود، برای در خانه ممکن که ملائکه ها هستند یا که چی هستند، جن های مسلمان هستند، به آنها سلام میدهید. و در حدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله میفرماید که میگه 3 نفری که خداوند به آنها گارانتی گفتیم چه ضمانت داده است که 3 نفر هستند. کیان؟ همونایی که خداوند به آنها گارانتی یا که ضمانت داده است. آنها مردی هست که از خانه‌اش برآمده است همچون برای جهاد در راه خداوند، وی در امین کنف یا که حمایه خداوند است تا آنی که چی؟ تا آنی که خداوند از این دنیا که گذشت پس آن را خداوند بهشت می‌درد. یا که اگر که وفات نکرد، جان او را نگرفت خداوند، پس خداوند او را چی باز می‌گرداند به خانه خود، به جایگاه خود، و چی وی نائل شده است اجری بزرگی را یا که غنیمتی را. مردی که به سوی مسجد می‌رود وی در چی است؟ در حمایه خدا و در ضمانت خدا، تا آنی که خداوند اگر جان او را گرفت پس او را بهشت می‌درد. یا که اگر او را باز کرد و باز برگشت به چی به خانه خود، پس او را چی؟ پس او نائل اجری ثواب پاداش بزرگ یا که غنیمت بزرگ به دست می آورد. و سیوم گفتیم مردی خانه خود در آمد و پس به سلام دادن، اگه همچون وقتی در آمدن سلام داد و در آمد، برای من وی در چی است؟ در گارانتی یا که در ضمانت خداوند است عز وجل. برای همین ما سلام دادن را با دوش خود گیریم و سلام دادن را چی کنیم؟ از خود کنیم. چطور سلام دادن و آداب سلام دادن را. و در حدیث دیگر می فرماید پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم که من سره الا یجد الشیطان عنده طعاما ومقیلا ولا مبیتا فیسلم اذا دخل بیته وليسمي على طعامه. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم می فرماید که کسی را که میخواهد که خوشنود و خوشبخت شود، که خوشحال شود، که شیطان نیابد در خانه او طعام را، خوراک را نیابد در خانه او، یا که جایگاه را، یا که سخنی را، یا که مبیت، یا که جای خواب را شیطان در خانه او نیابد. پس وقتی که وی به خانه می درآید، به خانه سلام که می دهد، در وقتی در آمدن او سلام می دهد و در وقتی خوردن طعام او بسم الله می گوید. پس شیطان می گوید که برای شما نه امروز جای خواب است و نه امروز خوراک است. باز الله عز و جل سوره النساء آیه 86 می فرماید و اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها او ردوها ان الله كان على كل شيء حسيبا. و هرگاه شما را درود و سلام گفتند، در پاسخ در جواب درودی بهتر از آن بگویید یا همانند آن پاسخ بگویید، همانند آن جواب بدهید. الله همواره به هر چیز حساب رس است. وقتی که به شما را سلام دادن به یک گونه زیباتر و بهتر پاسخ بدهید یا که همانند او پاسخ دهید، پاسخ گویید. برای همین از حدیث دیگر است که از ابو هریره رضی الله عنه النبی صلی الله علیه و سلم قال، وقتی که آفرید آدم را، خداوند به او گفت که برو ای آدم و به اون ملائکه های چند نفری که ملائکه های نشستند به آنها سلام بده، پس بشنو که آنها در جواب به تو چطور جواب تو را میدهند، پاسخ سلام تو را میدهند. این همین سلام دادن درود تو برای چی؟ برای فرزندان توست. همین سلام دادن این درود آخی تو و فرزندان توست. چطور؟ السلام علیکم. وقتی گفت که السلام علیکم بابای آدم گفت، پس آنها در پاسخ چه گفتند؟ سلام علیک و رحمت الله. سلام علیک و رحمت الله، یعنی کلمه رحمت الله را زیاد کردن در جواب. متفق علی امام بخاری مسلم. حدیث دیگر از ابی عمارة البراء ابن عازب رضی الله عنهما، براء ابن عازب میگوید که پیغمبری راضی باشد خداوند از آنها، میگوید که ما را امر کرد پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم به 7 چیز. یکم چیز به چی؟ به زیارت کردنی بیمار و پیروی کردنی جنازه، نماز جنازه گذاشتن و پیروی کردن تا دفن کردنی آن، و چی؟ و اون نفری که عطسه میزند او را یرحمک الله گفتن، و نصرتی مردی ضعیف
نصرت کسی که ضعیف است، سست است، ناتوان است، و کمک دادن مظلوم، اون کسی که ستم دیده است، و افشاء السلام. میگه امرنا، امر کرد ما را، افشاء السلام، سلام را پهن کردن و افشا کردن، و قسم را چی؟ کسی قسم خود قسم او را چی؟ بجا آوردن. متفق علیه، امام بخاری مسلم. حدیث دیگر می فرماد از ابی یوسف عبدالله ابن السلام رضی الله عنه، ابی یوسف عبدالله فرمودند رضی الله عنه، پیغمبری خدا را شنیدم که میگوید ای مردم، سلام را پهن نشر کنید، با یک دیگر سلام بدهید، افشای سلام کنید و خوراک بدهید، طعام بدهید و خویش تباری را مستحکم تر کنید و نماز بگذارید. در آن حالتی که مردم خوابند، تدخل الجنه بسلام، وارد بهشت میشوید و آسایشتگی و آرامی داخل بهشت میشوید. رواه ترمذی. و باز در حدیث دیگر میفرماد از عایشه رضی الله عنها گفت این جبرئیل علیه السلام است که به تو سلام میفرستاند. گفت عایشه گفت که بر او سلام، علیه السلام و رحمت الله و برکاته. متفق علیه، امام بخاری مسلم. انس رضی الله عنه النبی صلی الله علیه و سلم فرمودند، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، از انس روایت است که وقتی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم سخن را، کلمه را میزد، اون کلمه را 3 بار تکرار میکرد تا آنی که اون مردمی که آنها هستند در اونجا در نزد او را بفهمند. وقتی که نزد قوم آمد و اگر یک بار سلام که داد نشنیدند، دوم بار و سوم بار سلام میداد پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم. حدیث رواه بخاری. و عن المقداد رضی الله عنه، و از مقداد در حدیث طولانی است، حدیثی که میگوید گفتیم پیغمبری خدا وقتی که می آمد، از مقداد میگوید که ما امون حصه پیغمبر، نصیب پیغمبر صلی الله علیه و آله از شیر میدادیم به او، پس می آمد از شب و می گفت سلام میداد، و یگان آدمی که خواب بود او را نمیخیزان، پریشان حال نمیکرد، و اون آدمی که چی بیدار بود او را میشنوید. پس وقتی که می آمد پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله سلام میداد. رواه مسلم. در حدیث ابی امامه رضی الله عنه، ابو امامه فرماید که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودند بهترین اون مردم در نزد خدا کیست؟ همونی که شروع میکند به سلام دادن. رواه ابو داود اسناد جيد. و امام ترمذی از ابی جری الحجیمی میفرماید که پیش پیغمبر خدا آمدم صلی الله علیه و سلم و گفتم علیک السلام یا رسول الله، تم تو سلام یا رسول خدا. گفت نگو که بر تو سلام، یعنی که پیغمبر من کرد که بگوید که بر تو سلام. گفت که علیک السلام گفتن این درودی آنایی که مرده ها است به مرده ها میدهی. پس این چی است؟ سلام درودی کی است؟ درود به مردگان است، آنهایی که مردند. آداب سلام، چطور سلام میدهد، کی به کی سلام میدهد؟ در اول از ابی هریره رضی الله عنه فرمودند پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میفرماید از آداب سلام دادن کی در اول سلام میدهد. پیغمبر میگوید صلی الله علیه و سلم که سواره به انسانی که پیاده میرود سلام میدهد. انسانی که پیاده میرود در راه است به انسان نشسته سلام میدهد. عددی کم به عددی بیشتر از آنها زیادتر سلام میدهد. این آداب سلام دادن است که سلام را آغاز میکند، شروع میکند در وقت سلام دادن. متفق علیه، امام بخاری مسلم. ان ابی امامه گفته شد ای رسول خداوند، گفت دو مرد با همدیگر وا میخورند، کدام از آنها به سلام دادن شروع کند، بهترین آنها به نزد خداوند اون همون آدم باید سلام را شروع کند. قال ترمذی حدیث حسن. و در حدیث دیگر از رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند وقتی که مرد وا خورد برادری خود را، پس به او سلام بدهد. اگر که بین آنها درخت آمد و آنها را جدا کرد، پس از جدا شدن و باز وا خوردن باز به هم دیگر باید سلام بدهند. یا که یک دیوار یا که یک سنگ کلانه، پس اگر اون سنگ را مرور کردن به اون سنگ، باز گشتن آمدن یک جا شدن، پس به یک دیگر باز از سر نو سلام دهند. رواه ابو داود. باز از آداب سلام از ابی هریره رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میفرماید که یهود و نصارا را با سلام دادن آغاز نکنید، یعنی در اول به آنها سلام ندهید. آغاز سلام از جانب شما نباشد. نهی میکند پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم که ما یهودان را در بدایت در اول سلام بدهیم. دویم پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میفرماید که و اذا لقیتم احدهم فاضطروه الى اضيق، هنگامی که در راه شما رفته ایستادید و آنها را وا خوردید، اگر راه تنگ باشد شما به آنها راه را وسیع نکنید، یعنی که از راه یک طرفه نبیسید که یا بگذرند. نه، شما در راه خود راست روید. اگر راه هم تنگ باشد در راه خود راست روید که آنها به آنها راه ندهید، یعنی همچون احترام و همچون اکرام و احترام نکنید. در راه راست روید، به آنها راه ندهید. آنها بگذرند به همون جای تنگی بگذرند، شما جای خود را تنگ نکرده آنها را به آنها وسیع نکنید. راه را آنها را نگذارید که آنها با فخر و با چی
چی راه بگردند. انس میفرماید که پیغمبر خدا فرمودند که اگر به شما اهل کتاب سلام داد پس به آنها بگویید که و علیکم، متفق علیه. باز از ابی هریره رضی الله عنه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند کدام از شما که به یک مجلس آمد، مجلس ذکر یا که مجلس آمد، پس سلام بدهد، پس وقتی که خواست از اون مجلس یعنی بخیزد و برود باز به آنها سلام بدهد و از جای بخیزد و برود. ابو داود ترمذی. یعنی که یکمین سلام داده تو بهتر نیست از آن سلام دادن تو که وقتی که میخیزی میروی، یعنی اجرهای آن اینها برابر است. یعنی در وقتی آمدن به مجلس سلام دادن و در وقتی از مجلس خیستن و رفتن باز سلام دادن و رفتن. برای همین برادر جانا و خواهران، سلام دادن این چقدر اجری بزرگ دارد و چقدر انسان یعنی برادر به برادر، خواهر به خواهر را به دیگر نزدیک میکند و یعنی محبت و دوستداری را بین آنها زیادتر میگرداند. و پیغمبر چندین با امر کرده است و خداوند هم امر کرده است که کسی که سلام داد و سلام او را اولاتر و بهتر بگردانید. برای همین کدام وقتی که برادر را دیدیم یا که یک برادر سخن آغاز کردیم، باید اولی که سخن آغاز میکنیم باید ما سلام بفرستانیم که انسان وقتی که سلام که میفرستی انسان یک آسایشتگی و آرامی را از تو حس میکند که بعد دوستداری و دوستداری ما زیاد میشود. ما همه این سخنایی که ما میزنیم این برای چی است؟ برای دوستداری و حب و محبتی که بین مسلمانان زیاد شود. همین دوستداری هم چی است؟ همین سلام دادن هم یکی از نمودهای جلب کردن و دوست کردن بین مسلمانان است. والله تعالی اعلم. همین بود خلاصه درباره حدیث ها بسیارن و سخنهای درباره سلام بسیار هستند، ولی به همین ما مختصرا همین آغاز کردیم و با انتها رسانیدیم. والله والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.